بنیامین چنین گفته بود. با فدراسیون روسیه رفتم. همه یعنی سوال پاسخ دارد. ما دورم رفت و افتادم چو بیما. کی بیمار است؟ سلام دوستان عزیز. همانطوری که می‌دانید سال پیش در افتتاح مکتب رقم 65 در شهر دوشنبه که با اشتراک خود سرور دولت بود، در آنجا یکی از خواننده‌ها به نام بنیامین الهام که در نزد سرور دولت شعر خواندن. بعد از قرائت شعر خب بنیامین از یک بیماری که رنج میکشید خب شکایت کرد و بالاخره نتوانست فکر خویش را تا آخر گوید، یعنی که گریه گلوگیر شد. خب حالا بیایید لحظه از آن ثبت را تماشا میکنیم، سپس با صحبت رو ادامه میدیم. باید شما چی میشه؟ دکتر؟ برای چی؟ برای گریه نکن گاز نم، برای چی؟ ها؟ که درگونه هست. باید تو کی بیمار است؟ چی کس هست؟ ها؟ بیماری دکتر چی رفتی دکتر؟ بودن؟ چی بودن؟ چی بودن دکتر؟ برگوشه اون در کجا کابلی بود. گریه نکن. خواهمان کردی؟ ولی ما روان میکنم شما رو تشخیص میکنم نمیده تمامان میکنم گریه نکن نبوشه بسرم نبوشه. انا بدونی از چی شده؟ خراب میکنی سریع؟ نبوشه خراب. چی میکنی سریع؟ سریع دارم که هر پاره مدرم خودش میکنم. خودش میکنم؟ پاریزی هم؟ موی؟ نام نصب باشه نوشته میگیرید کلامات رو تفسیر میکنم. وزیر اگه میذاریم مریضی میده ابایی برودن بایدارم اونا میبرم تشخیص میکنم تبابت میکنم مندر نمیباشه تبابت بیرکو بابا باری می آزمانی پروی سوپی دانایی است حرکتی میگه طبیب میشم پروی چی؟ بایدارم بایدارم سر میشم خوبه سر میشه نزد دوستان عزیز، بعد از آن که مثلا سرور دولت سپارش دادن برای توبت بنیامین و ما نیز همان وقت یک به بیمارخانه استقلال که در آن وقت بنیامین در بیمارخانه استقلال بستری شده بود به دیداربینیش رفتیم و از آن حالت و خب حالت هایی که با سرور دولت صحبت داشتن پرسان شدیم که بنیامین چنین گفته بود. با دکتر و با آموزشون گفتن که خیلی جای خوب کردی، نغز بود، سوز دسته همین خیلی باز از همونجا گشتم خیلی آهسته اومد که بعد ما رو دید گفت که من تو رو شناختم دیدم در تلویزیون چند بار دیدم، من هم گفتم سلام خود رو معرفی کردم. بعد هم گفت که پدر مادر چیکار میکند؟ من گفتم مادرم خونشین است، پدرم سرحدبان است نظامی. بعدا او باشه بعد گفت که آینده در شما چی شدن میخواهید؟ من ناگهان بعد نمیخواهید طبیعی میشدم و من خیلی گفتم و بعد من کار رو دارم. بنیامین جان هیچ انتظار داشته که مثال پرزیدنت وقتی که نزد شما رفت هم چیزا رو میپرسید؟ نه من همون شعر رو تنها میگفتم ولی اگر یکم خواهش میگفت خواهش داشتم خواهش هم میگفتم لیکن دمی خیلی یکی هم که چی خواهش داشتین بنیامین جان؟ اگر یک پرزیدنت خودشون میگفت شما چی خواهش دارین؟ همین خواهشت رو میکرده یا که دیگر خواهش بود؟ نه اگر میپرسیدن هیچ چیز نداری میکردم میگفتم که با وطن سرخونه خدمت میکنم. سلامت باشه. بنیامین عزیزی ما روز با دستگیری به واسطه پیشوای ملت در بیمارخانه بستری شدن و این روز طور میدونید حال بنیامین جان خیلی خوب است و چند سخن میخوایم از خود بنیامین بشنویم. این لحظه بنیامین جان با کسانی که شما رو تماشا دارن چی گفتنی هستین؟ من میخوام با آنها گفتنی هستم که در آینده خونم با سواد شوم وقتی که میخونم با وطن خدمت میکنم، در زندگی خور نمیشوم و
آهسته آهسته همین خیلی زندگی رو پیش برده. همه این کار دنیا همین است، باید فقط با وطن خدمت کنی. همه یعنی سوال به این پاسخ دارد. بله. اگرچه بنیامین عزیز ما خرد است در سن و سال، ولی در عقل بزرگ است. چون که وقتی ما با بنیامین جان هم صحبت شدیم، واقعا هیچ احساس نمیکنه که همراه یک نفری هستی که همکنون 10 سال دارد. سلامت باشین دادر عزیزم، بار دیگر خداوند برای شما شفای کامل دهد. خب بعد از مرخص شدن و دستگیری‌های بی‌واسطه حکومت جمهوری و سرور دولت، بنیامین بالاخره به فدراسیون روسیه به توبه رفت و از آن سو با تن صحت به وطن برگشت و حالا در مکتب و بهای خوب و اعلی تحصیل میکند و در امسال نیز در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کرد که بیاین فوشچه از آن را با هم تماشا میکنیم و گفتار بنیامین را نیز با هم میبینیم که چگونه توبت گرفت و امروز حالش چگونه است. گذشتم از بیابان ها و کوهسار، مدارم رفت و افتادم چو بیمار. دو روز و شب ندیدم راحت و خواب، دلم خسته و لب تشنه آب. من اولا مینداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان بیان می نمایم که محض با دستگیری و تشبث او بود که به فدراسیون روسیه رفت توبت یافتم و باز به وطن خودم برگشتم. امیدوار هستیم که بنیامین در آینده نیز برای این سرزمین، برای این ملت خدمت بکند. تا دیدار دیگر شاد باشید.